سلام و درود به نگاه های گرمتون. امروز اومدیم با این ویدیو خیلی خفن، فهرست باور نکردنی آدم کشتنی حیوانات دنیا، 10 تاشون که برترینن تو سال 2023. شماره 10: شیر. سالانه 200 انسانو میکشه. این حیوان شاید فکر کنید تو جنگله، چجوری 200 انسانو میکشه؟ شیر سالانه 200 نفر رو به طرز وحشتناکی میکشه، چون شکارچی کاملا ماهر و قهاریه. 1. 2. شیر زمانی بهت حمله میکنه که احساس خطر برای طولاش بکنه یا گشتش بشه. اون موقع است که میزنه دهن همه رو مورد نهایت قرار میده. شیر غرش 114 دسیبلی داره که باعث میشه به قدر کافی به همه دنیا هشدار بده که آقا بیش از حد به گله من نزدیک شدی، میام بالا سرت، لک بده میام. آره، میریم سراغ 9: اسب آب. سالانه 500 تا انسان داره میکشه. شاید فکر کنید این حیوان گیاهخواره، چرا داره 500 تا انسان میکشه؟ چون یکی از متهاجمترین موجودات زمینه، خیلی هم قلم و طربه، یعنی آدم یه حیوان خیلی بی‌ناموسیه بخوایم خیلی زیبا بگیم. این حیوان از حضورتون خیلی خوشش نمیاد و یه دندون نیم متری داره که همونو میکنه تو پهلوتون. اسب آبی نیرویی که با دهنش بهت وارد میکنه 1800 پاسکاله که تقریبا 3 برابر شیر. به شدت هم گفتم قرم رو طرف به قایقا حمله میکنه، میزنه دهنتون سرویس کنه، نزدیک خودشون ناموسش بشید میاد بالا سرتون. شماره 8: فیل. سالانه 600 تا انسانو میکشه. شاید فکر کنید فیل به خاطر جثه بزرگش همه رو داره پاره پوره میکنه. بله، درست فکر کردید، ولی تنها دلیلش نیست. فیل 3 نوع طرز شکار داره، طرز شکارهای دیگه هم داره، ولی اینا شایعه ترین طرز شکارش. 1. با پا اینو پوپ اینو میخ میکوبتون تو زمین. دومیش اینه که میگیرتتون با خورتومش و تپ 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 از بالا به پایین میکوبتتون رو زمین، یا با آجش میکنه تو پهلوتون، پرتتون میکنه بالا. فیل آفریقایی تا 8.5 تن و فیل آسیایی هم تا 5.5 تن میتونه وزن داشته باشه. و حالا میریم سراغ بی همه چیز ترین حیوان دنیا. 7. تمساح. سالانه 1000 تا انسان داره میکشه. اصلا ببینیش میگی آقا این دیگه داره میاد پارم کنه دیگه، ولی تمساح یه راه حله. آرواره تمساح، اینو بگم که شدیدترین نوع گاز گرفتن مال تمساح نیل با 5000 پاسکال و تمساح آب شور که همه جا هست با 3700 پاسکال میتونه مقام اول و دوم قدرتمندترین گاز دنیا رو داشته باشه. تمساح قبل از بلعیدن این یه چیزیه که شخصا دارم بهتون میاد مثلا دستتون رو گرفته، دست دهنو که میبنده میاد عینه و کشتیگیرا فیتیل پیچ میزنه که دستتون رو قطع کنه و شما باید باهاش بچرخید. تمساح یه بدی که داره، آروارش خیلی ضعیفه برای باز کردن، یعنی با 2 دور چسبنواری آرواره رو ببندی دیگه باز نمیشه. حالا میرسیم به شماره 6: عقرب. سالانه 3300 تا انسان داره میکشه. این خزنده باستانی و متهاجم با دم خودش نیش میزنه که به تومش هم سم و تزریق میکنه دیگه، همه اینو میدونن. همه از میان بیش از 2600 گونه عنکبوتیان تنها حدود 25 گونه داره سم قوی هست که یکی از اونا عقرب کشنده زرده که داخل شمال آفریقا یافت میشه. نوشته انگلیسیشو براتون میذارم که برید سرچ کنید ببینید چیه. زهر این حیوان مرگباره، ولی برای کشتن پیرا و کودکان و بیمارای قلبی کافیه. برای انسان بالغ نمیتونه یه انسان بالغ رو بکشه، یعنی برای انسان بالغ زیاد کافی نیست. شماره 5: قبل از اینکه بریم سراغ شماره 5 ممنون میشم که لایک رو بزنید تا آخر ویدیو هم همراه ما باشید. حشره قاتل یا بیماری شاگاس سالانه بیش از 10,000 تا انسان رو میکشه. این حشره عامل اصلی بیماریه که تو آمریکا خیلی زیاده. این حشره 3 نوع زهرش تزریق میکنه. 1. از طریق ماده که مادهش خون میمکه و تزریق میکنه زهر رو، یعنی خون رو میمکه زهر تزریق میکنه. 2. مطبوعش رو خیلی جاها میریزه و اونو بخوری بهت زهره میره. مطبوعش تکیاخته‌ایه، اصلا معلوم نمیشه که چی، که داخل آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی یه تهدید واقعیه. و حالا 4: سگ. بهترین دوست انسان میتونه کشنده ترین دوست انسانم باشه. سالانه سگای اسهار 59,000 انسانو میکشن. وقتی صحبت از سگ میشه همه میگن وای چه گوگلی فلان، ما میگیم گوگلی هم، ولی سگایی که داره
بیماری هاری هستن 99% کشندگی سگا از بیماری هاری بوده. 1% به خاطر مثلا کندن و زخمی کردن انسان. بیماری هاری تو آسیا و آفریقا خیلی زیاده، تو آمریکا کمتره، تو اروپا هم خیلی کمتره. و حالا 3 مار سالانه 138,000 نفر رو داره میکشه. چرا مار چون تو همه جای دنیا پیدا میشه و 95% زهر تزریق میکنه، همه رو میتونه به راحتی بکشه. ما یه نوع مار داریم تو دنیا که مار پیتونه، تا 10 متر رشد میکنه و اول استخونه تومشو میپیچه دور تومه، استخونهشو خورد و خمیر میکنه و کاملا میبله. که فکر کنم تو سال پیش یا 2 سال پیش یه خانومو تو تایلند یا مالزی دقیق نمیدونم گرفت، بلعید و برد تو، یعنی داد تو. شماره 2 وقتی بحث از کشتن میشه، انسان نباشه اصلا معنی نداره. قتل انسان ها، فقط قتل ها، سالانه 400,000 نفر داره میکشه، یعنی کمتر از 500,000 نفر. بحث کشتن میشه که داخل آمریکای لاتین بالاترین رتبه رو داره و بیش از 7% قتلا به خاطر کلته کمری، سلاح‌های گرم. و شماره 1 پشه ها. اول اینو بگم که پشه ماده فقط نیش میزنه، پشه نر نیش نمیزنه. پشه ها با نیش زدن میتونن بیماری جابجا کنن. پشه ها سالانه 725,000 نفر رو میکشن و همین دلیل باعث میشه که بزرگترین کشندگی دنیا مال پشه ها باشه. این حشرات کوچیک با ظرفیت بالای کشتن تو فرصت‌های متعدد مسیر تاریخ بشریت بودن، از جمله استقلال آمریکا، ظهور و سقوط امپراتوری روم. منطقه مارالیا به ویژه منطقه اسفار آفریقا که به طور 95% بیماری مارالیا مال آفریقاست. حالا اگر دوست دارید بدونید 10 تا از پردرآمدترین شغلای ایران داخل 1403 چی بوده و چقدر درآمدشون بوده، حتما ویدیو بعدی ما رو از دست ندید. دوستتون دارم شدید به مدت مدید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بوس بوس.